چرا مغز ما عاشق چیزهای عجیب و ترسناکه؟ چرا وقتی یه ویدیوی عجیب یا ترسناک میبینی میترسی ولی باز هم نمیتونی نگاهتو ازش برداری؟ انگار مغزت میگه نکن ولی همزمان میگه ببین فقط یه ذره دیگه. امروز میخوام بهت بگم این کنجکاوی نیست، این یه ترفند مغزه. واقعیت اینه که مغز ما عاشق چیزای عجیب، غیر منتظره و حتی ترسناکه. نه چون ما آدمای عجیبی هستیم، بلکه چون مغزمون هنوز توی حالت بقا زندگی میکنه. یعنی مغز فکر میکنه هر چیز غیر عادی ممکنه مهم باشه، ممکنه خطر باشه و ممکنه جونتو نجات بده. مغز از چیزای قابل پیش بینی خوشش نمیاد، چون میگه اینا که معلومه پس مهم نیست. ولی وقتی یه چیز عجیب میبینه، یه صدای خاص، یه تصویر غیر منتظره، یه داستان نصف نیمه، مغز یهو میگه صبر کن، اینو باید بفهمم و همون لحظه تمام توجهت رو میکشه سمتش. اینجاست که پای دوپامین میاد وسط. دوپامین همون چیزیه که بهت حس کنجکاوی و هیجان میده. یعنی یه چیز عجیب مساوی با دوپامین سریع و مغز عاشق دوپامین سریعه. برای همینه که ویدیوهای عجیب وایرال میشن، تئوری‌های عجیب پخش میشن و کلیپ هایی که آخرش معلوم نیست چی میشه نمیذارن که اسکرول کنی. یعنی نمیذارن که بری ویدیوی بعدی و تا آخرش رو نبینی ولکن نیستی. حالا سوال مهمتر، چرا چیزهای ترسناک همزمان جذابن؟ چون مغز فرق ترس واقعی و امن رو کامل نمیفهمه. وقتی فیلم یا ویدیو میبینی بدنت واکنش نشون میده ولی میدونه که در امانی. حالا سوال مهمتر، چرا چیزهای ترسناک همزمان جذابن؟ چون که مغز فرق ترس واقعی و امن رو کامل نمیفهمه. وقتی فیلم یا ویدیو میبینی بدنت واکنش نشون میده ولی میدونه که در امانی. یعنی در واقع ترس هست اما خطر نیست و این ترکیب برای مغز هیجان خالصه. مغز از داستان‌های ناقص متنفره. وقتی جواب کامل نداشته باشه ول نمی‌کنه. برای همینه که آخر باز سوال بی جواب، راز حل نشده ذهن رو قفل می‌کنه. مغز میگه تا نفهمم چی بود آروم نمیگیرم. پس نه، تو عجیب نیستی، تو ترسو نیستی، تو کنجکاو افراطی هم نیستی. این فقط مغزیه که برای زنده موندن طراحی شده، نه برای دنیایی پر از ویدیو و اسکرول کردن. حالا سوال آخر، به نظرت این ویژگی مغز یه باگه یا یه شاهکاره؟ نظرت تو کامنت بنویس.